شریعت معین میکنه که چه خوبه چه بده. آنچه که شریعت میگوید خوب است خوب است، اگر تمام جهان با هم متفق بشن که بده. آنچه که شریعت معین میکند بد است بد است، اگر کل جهان با هم اتفاق بکنن که خوب است. و بد خوب نمیشه با توافق مردم. این که الله کرا مجازات میکند و کرا مجازات نمیکند هم تو فضول نیستی، به تو هم مربوط نیست، تو هم نمیتونی این رو معین کنی. رب العالمین است که معین میکنه. وظیفه تو استغفار است، وظیفه تو توبه است، وظیفه تو خشوع و خضوع است، وظیفه تو فروتنی و گریه کردن به حال خود است، نه گستاخی که تعیین تکلیف برای الله بکنی که چه میکند و چه نمیکند. اینها همش درهای نفوذ ابلیس است بر انسان که آدم را متقاعد بکند که ادامه بده بر مسیر بد خودش.